سلام خوش اومدید. اسم ماجی هستم. امروز اومدم براتون اتچمنت HS باید بیارم. HS وان شاته. این اتچمنت حتما باید رو اپیک باشه و چیزش هم دارم. نگاه کنید بی زحمت از همه جا وانشات میکنه. این یه اتچمنتی که وانشات میکنه. یه اتچمنت دیگه هم داریم رو اپیکه. نگاه کنید بچه ها، الان ما میذاریم رو این. الان این مال خود اپیک هست. اینو میزنیم میاریم رو این. اینو میزنیم میاریم روی این. یا بگم اینو نمیخواد اصلا. اینو نمیخواد. میزنیم روی این میاریم روی این. اینو میذاریم روی این و اینو میذاریم روی این. اتچمنت وان شات. این اتچمنت قبلی هم وان شات، ولی یه فرقی بین دوتا هست. نگاه کنید فرق اینجوریه. این سفیده رو میزنیم. این سفیده که اینجاست میزنیم که خودمون بلدی اینجا اتچمنت بازی هست. اینا رو میبینید. بعضی مثلا اینو نگذاشتن. نگاه کن اینو میزنیم رو این. نگاه کنید اینو میزنیم. این گزینه اینو میاریم روی به جای این اینی که زرده الان به جای اینو میزنیم. اینو اینجوری میکنیم. اینجور اتچمنتی میشه. بعد نگاه کنید بعد این اتچمنت اینو میذاریم به این. اینو گذاشتیم به این. حالا این مونده. اینو میذاریم روی این. اتچمنت وان شات. یه چیز دیگه هم میخوام اینجا بذارم. لایک ویدیو رو بکوبید تا یه اچسی براتون اینجا بذارم. این اچس هم وان شات. اتچمنتش نگاه کنید بچه ها، حتما نگاه کنید. اینو به جای این میذاریم. این اتچمنت وان شات. این اتچمنت هم وان شاته. اینو میذاریم به جای این. اتچمنت هم وان شات. خب میریم برای صدیوده. نگاه کنید بچه. این صدیوده خیلی معروفه، مال خودم. نگاه کنید اینو میذاریم و این خشابه اینو میذاریم دیگه گفتم. بعد اینو میذاریم. اوکی شد. لایک ویدیو رو بکوبید تا بریم برای صدیوده بعدی. بچه صدیوده من خیلی معروفه چون من خودم خیلی علاقه بهش دارم و اگه دوست دارید اتچمنت دیگه هم ای خدا این بکنید. خب بچه اینو ما روی HS451 هم امتحان میکنیم و این اتچمنت وان شات. اینم وان شات. خب بچه این اتچمنت مال بازی. اتچمنت مال بازی ما بهش حالا بچه ها دارن نخواست بهش اینو اضافه میکنیم و اینو میذاریم روی این. اینو میذاریم روی این. این اتچمنت عالیه و اتچمنت تندرا. اینم تندراه. اون تندرا مال بازیه و اینم اودنه. اودنم مال بازی. لایک ویدیو رو بزنید تا ساب کنید تا برای ویدیو بعدی. بای.